در کنار تفریحی که امشب با هم خواهیم داشت، من میخوام کمی هم جدی‌تر با شما صحبت کنم و اون هم در مورد زندگیه. من امشب حتی زندگیمو با خودم اینجا آوردم. هر کدوم از این قسمت هایی که میبینید نماد یک چیزی هستن، مثل خانواده، کار، اهداف و غیره. درسته که نامرتب به نظر میاد، ولی اگه اونا رو به درستی کنار هم بچینیم کاملا کنار هم مرتب و منظم میشن، به طوری که توی این قاب جا میگیرن. جنس این قاب هم کاملا غیر قابل انعطافه. حتی من اون رو میدم دست شما که خودتون از نزدیک بررسی کنید. البته این فقط زندگی من نیست، بلکه زندگی هر زن و مرد دیگه ایه. اما زندگی فقط این نیست، قسمت‌های دیگه‌ای هم وجود داره. مثل این قسمت. این همون مسائل کوچیک و بزرگیه که هر یک از ما توی زندگی باهاش روبرو شدیم و با وجود این که نسبت به زندگی ما کوچیک‌تره، اما میتونه اون رو به هم بریزه. تو اینجور مواقع کافیه زاویه دیدمون رو تغییر بدیم و قدری از بالاتر به زندگیمون نگاه کنیم و بهش فکر کنیم. کم پیش نیومده که آدمای زیادی در طول زندگیشون بارها مجبور شدن از اول دوباره زندگیشون رو بچینن و بسازن و با ایجاد یک سری تغییرات تونستن اون مشکل رو توی زندگیشون جا بدن و حلش کنن. اما زندگی فقط این نیست، قسمت‌های دیگه‌ای هم هنوز هست. این لحظات شادی و خوشحالی زندگیه که من امیدوارم 2 برابر غم‌هاتون باشه. هر کسی که تونسته غم رو توی زندگیش حل کنه، با ایجاد یک سری تغییرات میتونه این شادی رو هم توی زندگیش جا بده. زیباترین چیزی که در مورد زندگی همه ما آدما وجود داره اینه که با وجود همه این قسمت هایی که به زندگی ما اضافه شدن، اما هنوز اون قابی که به زندگیمون داده بودیم بهش میاد و اندازشه.